منی برادرگهارم، منی راجع بلوچم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیاین گو هم دیگه یک بتل بلوچی دیگه یاد بگیریم و بفدی چوکون یا همه زهکون، چون بلوچ لهجه‌های مختلفشه، نه؟ بعضیشون چوک، بعضیشون زهک. به هر حال بهشون یاد بده ان شاء الله تعالی. بتل گشید مچه گندی رنگ زیری. همه قدیما اگشتدش که اگر الوتت بزاند که فلانی چتر مرده، برد و بچارد که رفیقی کند. رفیق، دوست یا همه همراه تأثیر زیادی ما و شما چکه هستیم. هر انسان افدی رفیقا، افدی همه عزیزا که همیشه گوگرنی، همیشه گو هماشی را متأثر بید. رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم فرماشه کن الرجل على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. مرد یا انسان به همه فدی رفیق دینه را، راه را. چگرا هر یکی از شما بچارد که رفیقی کن، عزیزی کن، دوستی کن. همیشه بفا رفیق خوبا انتخاب کنی. گو شر مردم اگر بتره، شر مردم اگر ترک ترا هم فایده دنیایی داد و هم ترا فایده آخرتی. گو بده مردم اگر ترک انسان بده کند و اگرشند آن بچارتی فلانی دور از شما جانا، گو فلان لا تلو فرون ترگین. چگور ایده چو هم آشونه. حتی اگر این شخص چو آشون مبید به سبب ایشیا که گواشون اگر ترگین نومی بده بید. چه بطلا بلوچی ها به جهت نگشته که مچه گندی رنگ زیری. امیدوارم ان شاء الله تعالی متوجه معنا بطل ببید. صفحه اینستاگرام آبکار جاسکیا لایک کنید، حمایت کنید. اگر بطلی هم شما از آنت حتما به من به طور خصوصی در منفدی هم صفحه اینستاگرام راه دید که ایشون ان شاء الله تعالی ما مطابقت شدن گو کلام الله سبحانه و تعالی و گو حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و به شکل یک ویدیوی مفید آموزشی در خدمت شماش قرار ده. تا بطل دیگه الله سبحانه و تعالی شما پشت پناه بید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.